محلول تقویت موجه سریتاست. خب شما وقتی اینو استفادهش میکنید، دوربین جلوی عذرخواهی میکنم یه مقدار بعد استفاده میشه. شما وقتی از این محلول استفاده میکنید ریزش موجه هاتون به شدت متوقف میشه، شما موجه هاتون بلند میشه، پر میشه و میگید که واو. به محض اینکه استفاده ازش رو متوقف میکنید شروع میکنه موجه هاتون ریختن و از حالت اولیه هم کم پشت‌تر میشه. این محلول رو میخوام بهتون بگم چجوری استفاده کنید. شما باید از محلول تقویت کننده موجه سریتا اول شروع کنید که هر شب اپلایش کنید روی بن موجه هاتون. وقتی که موجه هاتون به اون حدی رسید که پر بودن و بلندیش رو دوست داشتید و براتون قابل قبول بود، شما باید یه تغییر ایجاد بدید. اینجوریه که شروع کنید اول تقریبا یه بسته‌شو استفاده میکنید و وقتی که پروداکت دومتون رو باز میکنید باید یک شب در میون این رو اپلای کنید. یک هفته یک شب در میون اپلای میکنید، هفته دوم 2 شب در میون اپلایش میکنید، هفته سوم 3 بار در هفته، هفته چهارم 2 بار در هفته و هفته پنجم میرسونیدش به 1 بار در هفته. هفتهش همین جوری شما باید مثل یک آدمی که داره یک مخدری رو ترک میکنه یواش یواش کمش کنید تا بدنتون عادت کنه. خب از اون حالت اعتیاد بیاد بیرون و عادت کنه که خودش باید بسازه مواد مورد نیازی رو که احتیاج هست به موجه برسه که پرپشت بلند باقی بمونه. وقتی که یهو قطعش میکنید یک شوک به بدن وارد میشه و یهو شروع میکنی بریزش. چیزی که راجع به ماینوکسیدیل هم هستش همینه که شما وقتی که هر شب استفاده میکنید، وقتی که به اون حجم مورد نیازی که از مو انتظار دارید رسیدید، شروع میکنید اون رو اون هفته که دارید هر شب میذارید، هفته بعدش 1 شب در میون، هفته بعد 2 شب در میون، هفته سوم 3 شب در میون، همین شکلی ادامهش میدید تا بشه هفته 1 بار، تا بشه 2 هفته 1 بار، ماهی 1 بار و تموم میشه. اما ماینوکسیدیل یه جوریه که اعتیاد داره و یه وقتایی آدمایی بودن توی دوستای خودم، مامان خودم، که وقتی این کارم کردن باز دیدن که بعد یه 6 ماه یهو موهاشون کم حجم میشه. من یه روشی دارم برای شما که خودم پیداش کردم، نه بگید از کسی شنیدم، نه چیزی، این تجربه شخصی خودم بوده که وقتی این شکلی از ماینوکسیدیل استفاده کردم دیگه موهام ریزشی نداشت و بعد یه مدت به طور کامل حذفش کردم.